به نام خدا. حکایت مکر و حیله زن. روزی روزگاری مردی تصمیم گرفت کتابی بنویسد به اسم مکر زن. زنی از این قضیه با خبر شد و راه افتاد. پرسان خانه مرد را پیدا کرد. به بهانه ای رفت و پرسید داری چه می نویسی؟ مرد جواب داد دارم کتابی می نویسم به اسم مکر زنان تا مردها بخوانند و هیچ وقت فریب آنها را نخورند. زن گفت ای مرد، تو خودت نمی توانی فریب زنها را نخوری. آن وقت می خواهی کتابی بنویسی و به بقیه چیز یاد بدهی؟ مرد گفت من شماها را از خودم بهتر می شناسم و مطمئن باش هیچ وقت فریبتان را نمی خورم. زن گفت عمرت را روی این کار تلف نکن که چیزی عایدت نمی شود. مرد گفت این حرفا را نمی خواهد به من بزنی، چون حنای شما زنها پیش من یکی رنگی ندارد. زن گفت خلاصه از من به تو نصیحت، میخواهی گوش کن، میخواهی گوش نکن. مرد گفت خیلی ممنون، حالا اگر ریگی به کفش نداری زود راحت را بگیر و از همان راهی که آمده ای برگرد، بگذار سرم به کارم باشد. معلوم است که شما زنها چشم ندارید ببینید کسی میخواهد پته‌تان را رو آب بریزد. زن گفت خیلی خوب و برگشت به خانه. خط و خال، پولک و زرک و غالیه، حنا و سرمه، وسمه، غازه، سرخاب و سفیداب را بست به کار و خودش را 7 قلم آرایش کرد. رختهای خوبش را هم پوشید و باز رفت سراغ همان مرد و سلام کرد. مرد جواب سلام زن را داد و تا سرش را از روی کتاب برداشت دلش شروع کرد به لرزیدن، چون دید دختر غریبه‌ای مثل ماه ایستاده جلوش. مرد با دستپاچگی پرسید تو دختر کی هستی؟ زن پشت چشمی نازک کرد و جواب داد دختر قاضی شهر. مرد گفت عروس شده ای یا نه؟ زن گفت نه. مرد گفت چطور دختری مثل تو تا حالا مانده تو خانه و شوهر نکرده؟ زن جواب داد از بس که پدرم دوستم دارد دلش نمی آید شوهرم بدهد. مرد پرسید چطور؟ یکم واضح تر حرف بزن. زن جواب داد هر وقت خواستگاری برایم می آید پدرم می گوید دخترم کر و لال و کور است و با این حرفها آنها را دست به سر می کند. مرد گفت ای دختر زن من می شوی؟ زن گفت من حرفی ندارم، اما چه فایده که پدرم قبول نمی کند؟ مرد گفت بگو چه کار کنم که تو زن من بشوی؟ دختر گفت اگر راست می گویی و عاشق من شده ای برو پیش پدرم خواستگاری. پدرم به تو می گوید دخترم کر و لال است و به درد تو نمی خورد. تو بگو با همه عیبهایش قبول دارم، اینطور شاید راضی بشود و من را به تو بدهد. مرد گفت بسیار خوب و رفت پیش قاضی. گفت ای قاضی آمدم دخترت را برای خودم خواستگاری کنم. قاضی گفت خوش آمدی، اما دختر من کر و لال و کور است و به درد تو نمیخورد. مرد گفت دخترت را با همه عیب و نقصش قبول دارم. قاضی گفت حالا که خودت میخواهی مبارک است و همه اهالی شهر را جمع کرد. عروسی مفصلی گرفت و دخترش را به عقد آن مرد درآورد. بعد هم داماد را بردند حمام و از حمام درآوردند و کردند تو حجله و در حجله را رو عروس و داماد بستند. داماد با یک دنیا شوق و ذوق رفت جلو، روبند عروس را برداشت و تا چشمش افتاد به روی عروس 2 دستی زد تو سر خودش. چون دید هرچی قاضی از دخترش گفته بود درست است، مرد فهمید آن زن زیبا فریبش داده، ولی جرأت نداشت زیر حرفش بزند و به قاضی بگوید دخترش را نمیخواهد. آخر سر دید راهی برایش نمانده مگر اینکه بگذارد و به جای دوری برود که هیچ کس نتواند ردش را پیدا کند. اینطور شد که بیخبر گذاشت و از خانه قاضی رفت. پشت به شهر و رو به بیابان رفت تا رسید به شهری که هیچ تنابنده او را نمی شناخت. مدتی که گذشت دکانی برای خودش دست و پا کرد و شروع کرد به کار و کاسبی. یک روز دید همون زن زیبا آمد به دکانش و سلام کرد. مرد از جا پرید و با داد و فریاد گفت ای زن،
تو من را از شهر و دیارم آواره کردی. دیگر از جانم چه میخواهی که در غربت هم دست از سرم بر نمیداری؟ زن خندید و گفت من از تو هیچی نمیخواهم. فقط آمدم بپرسم یادت هست گفتی هیچ وقت فریب زنها را نمیخورم؟ مرد گفت دیگر چه حقه‌ای میخواهی سوار کنی؟ تو را به خدا قسم دست از سرم بردار. زن گفت اگر قول میدهی برای زنها کتاب ننویسی و پاپوش درست نکنی تو را از این گرفتاری نجات میدهم. مرد گفت کدام کتاب؟ بعد از آن بلایی که سرم آوردی کتاب نوشتن را بوسیدم و گذاشتم کنار. زن گفت اگر به من گوش کنی کاری میکنم که قاضی طلاق دخترش را از تو بگیرد. مرد گفت هر چه بگویی مو به مو انجام میدهم. زن گفت اول قول بده که من را به عقد خودت در می آوری. مرد گفت قول می دهم. زن گفت حالا که عقد برگشته به سرت با یک دسته غربتی راه بیفت سمت شهر خودمان و آنها را یک راست ببر به در خانه قاضی و در بزن. قاضی خودش می آید و در را باز می کند و تا چشمش می افتد به تو می پرسد این همه مدت کجا بودی؟ بگو دلم برای قوم و خویشم تنگ شده بود. رفته بودم به دیدن آنها و چون چند سال بود که از هم دور بودیم نگذاشتند زود برگردم. حالا هم آمدند عروسشان را ببینند و مدتی اینجا بمانند. مرد همین کار را کرد و با یک دسته کلی را افتاد. رفت خانه قاضی و در زد. قاضی آمد در را وا کرد و دید دامادش با 30-40 تا کلی ریز و درشت پشت در است. قاضی از دامادش پرسید این همه مدت کجا بودی؟ مرد جواب داد ای پدر زن عزیزم، مدتی از قوم و قبیلم بیخبر بودم. یک دفعه دلم هوایشان را کرد و رفتم به دیدنشان. حالا آنها هم با من آمدند عروسشان را ببینند و مدتی اینجا بمانند. بعد شروع کرد به معرفی آنها و گفت این پسر خاله، آن دختر خاله، این پسر عمو، آن دختر عمو، پسر عمه، دختر عمه. کلی ها دیگر منتظر نماندند و جیغ جیغ کنان با بار و بساطشان ریختند تو خانه قاضی. یکی میپرسید جناب قاضی سگم را کجا ببندم؟ یکی میگفت جناب قاضی دستت را بده ماچ کنم که خالزای ما را به دامادی قبول کردی. دیگری میگفت خرم چی بخورد؟ زبان بسته 3 روز تمام به کوب راه آمد و یک شکم سیر نخورد. یکی میگفت اول جلش را وردار بگذار عرقش خوب خشک بشود. دیگری میگفت بزم را کجا ببندم؟ همینطور که نمیشود ولش کنم تو خانه جناب قاضی. قاضی دید اگر مردم بفهمند دامادش کلی است آبرویش میریزد و نمیتواند در آن شهر زندگی کند. این بود که دامادش را کنار کشید و به او گفت تا مردم نیامدن به تماشا و تو شهر انگشت نما نشدم دخترم را طلاق بده و قوم و خویشات را بردار و برو. مرد گفت پدر زن عزیزم من آه در بساط ندارم که با ناله سودا کنم. آن وقت مهریه دخترت چه می شود؟ قاضی گفت کی از تو مهریه خواست؟ مرد که از خدا می خواست از شر دختر خلاص شود حرف قاضی را قبول کرد. دختر را فوری طلاق داد و رفت با همان زنی که فریبش داده بود عروسی کرد.